یک چند روز پیش در دهه دریاآباد ناحیه رودکی یک حادثه فاجعه‌بار به قید گرفته شد. در خانه یک عائله جسد مادر و 3 فرزندش پیدا گردید. قاتل شهلا نظرова و فرزندانش، 2 دخترش حبیبه و حمیده خوانندگان صنف‌های 9 و 10، اینچنین پسرش شرف که در صنف 6 میخواند شام جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. اما همسایه‌ها تنها بعد 2 روز از حادثه آگاه شده جسدها را کشف کردند. با گفته یکی از همسایه‌های آنها، شوهر شهلا در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت و وقتی نتوانست با عائله‌اش تماس بگیرد، از همسایه‌ها خواهش کرد که به منزلش سر زنند. وقتی 2 همسایه وارد خانه شدند، با منظره دهشت آور روبرو گردیدند. همه جا کوفته شده، بوی غلیظ پهن گردیده بود و در جایگاه یک جسد مرده با دهان بسته یافت شد. آنها با داد و فریاد بیرون برآمدند و پس از آن مقامات پلیس به جای حادثه می آید. ما با یگان همسایگی یگان بدی کدگی نبودیم. وقتی در روسیه بودم، دخترای من بهترین دختر بودن، بچه‌م هم اویلم بهترین اویلم بود. اینا با همین زندگی این بچه همسایه کده همه سیر نمیدونستن، خونه مونده، اسباب مونده، جو با کوال زده دختر ما، بچه ما کشته هم کوچه قدی هم کوال قدی کمش اسبابای خودم. طبق اطلاعات‌های نو که در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 نفر همچون گمانبر در این قضیه خبر داده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بازداشت شدگان مرد 32 ساله و نورس 16 ساله می باشند که هر دو ساکن همان دهند. مقامات میگویند که آنها با نیت دزدی و غارت به منزل عائله ابراهیم وارد شده، بعد آشکار شدن حضورشان مادر و 3 فرزند را بی‌رحمانه به قتل رساندند. مقامات همچنین تأکید کردند که هر دو گمانبر قبلا نیز داغ سودی داشتند و فعلا در بازداشتگاه قرار دارند. تفتیشات تحت نظارت دادستانی ادامه دارد.